در تاریخ 11 تیر ماه 1403 یاس صامتی دختر بزرگ ژاله صامتی با پسری به نام علی ازدواج کرد. این مراسم با حضور خانواده و دوستان نزدیک برگزار شد. ژاله صامتی 26 سال بیشتر نداشت که برای اولین بار مادر شدن را تجربه کرد و دخترش یاس به دنیا آمد. این بانوی هنرمند در مورد رابطه مادر دختریش به حس صمیمیت بینشان اشاره کرد و گفت حس ما فقط مادر و دختری نیست و ما بیشتر با هم دوست هستیم. به گفته ایشان وقتی متوجه بارداری برای بار دوم شدند، از خدا خواستند که باز دختر شود و این اتفاق افتاد و صاحب فرزندی به نام نیاز شدند و اسم نیاز را خواهرش یاس انتخاب کرد. ژاله صامتی بازیگر سینما و تلویزیون متولد 14 فروردین 1351 در تهران است. پدر مادر ایشان اصالتاً اهل ازنا استان لرستان هستند. علاقه به بازیگری در ژاله صامتی از دوران کودکی شکل گرفت و به گفته خودش از همان دوران کودکی هر کس درباره شغل آینده‌اش از او سوال می‌کرد جوابش بازیگری بود. این بانوی هنرمند یکی از بازیگران ساده و بی‌آلایش دنیای هنر است. ژاله صامتی متأهل بوده و سالها قبل با آقای ایرج سنجری ازدواج کرده. این بانوی بازیگر مراسم ازدواجش را ساده برگزار کرد و به گفته خودش برای شب مراسم عروسی آرایشگاه هم نرفت. ایرج سنجری فرزند علی اصغر سنجری کارگردان، متولد سال 1339، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، دوبلور و مدیر دوبلاژ است. او تحصیل کرده رشته کارگردانی از کانادا می باشد که پیش از انقلاب عضو گروه تئاتر هنر ملی بود و تجربه بازی در چند سریال قبل انقلاب را هم دارد. ایرج سنجری از ازدواج اول خود یک دختر و یک پسر دارد که هر دو ساکن کانادا می باشند. او و همسر دومش خانم صامتی دو فرزند دختر به نامهای یاس که متولد دهه 70 و نیاز متولد دهه 80 است دارد. این زوج هنری در فیلم سینمایی وجه حامل به کارگردانی بهمن کامیار نیز به عنوان زن و شوهر در مقابل یکدیگر بازی کردند. اولین تجربه بازیگری ژاله صامتی در تلویزیون به سال 1375 و سریال یحیی و گلابتون مربوط میشه. او سال 1378 تجربه موفقی در آژانس دوستی به دست آورد. ژاله صامتی در سال 1380 بعد از بازی در سریال کارگاه شمسی و دستیارش مادام به مدت 15 سال در تلویزیون حضور نیافت، اما در نهایت سال 96 با سریال نفس به قاب تلویزیون بازگشت. طبق آخرین گفتگوها با ژاله صامتی معلوم شد رابطه او با فرزندانش یک رابطه حیرت انگیز است و محبت خاصی بینشان وجود دارد. در این گفتگو خانم صامتی گفت من عاشق دخترهایم هستم و وقتی با هم هستیم حسابی بهمان خوش میگذرد. در واقع ما یک اکیپ زنانه هستیم، 3 زن از 3 نسل متفاوت ولی با مشترکات بسیار زیاد. من دهه 50 هستم و دختر بزرگم 70 و دختر کوچکم 80. الان روند زندگی به حدی سرعت گرفته که 2 نفر با فاصله سنی 7-8 ساله را هم میتوان از 2 نسل مجزا دانست. ژاله صامتی همچنین در این گفتگو در مورد حس مادر بودن هم حرفایی برای گفتن داشت. اگر یک بازیگر دنیای مادر بودن را تجربه کند، به او در ایفای نقش یک مادر خیلی کمک خواهد کرد. ما بازیگران بسیاری داشتیم که نقش مادر را داشتن و خوب هم بازی کردند. اما اگر تجربه مادر بودن در دنیای حقیقی رو داشته باشند، حسی رو که روی صحنه یا جلوی دوربین ظاهر میشم حقیقی تر خواهد بود. خود مادر بودن خارج از هر شغل و هر حیطه‌ای به نظرم از موهبت‌های بزرگیه که خداوند به یک زن بخشیده. این حس آنقدر شیرین و خوشاینده که با هیچ چیز دیگری نمیتوانم مقایسه‌اش کنم. به پایان این ویدیو رسیدیم. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب کنید. لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شاد و سلامت باشید.